کمیته دولتی امنیت گفت در یک شبانه روز اخیر تعداد بی‌سابقه سربازان افغان و یا بیش از 1000 نفر به حمله های گروه طالبان تاب نیاورده به تاجیکستان عقب نشینی کردند. به گفته کمیته امنیت حالا بیشتر از 900 کیلومتر مرز در آن طرف تاجیکستان زیر نظارت طالبان قرار دارد. ناحیه یا ولسوالی های خواهان، شیکی، نوسای، ماهیمه، شغنان و سلطان اشکاشم ولایت بدخشان افغانستان دوام شبانه روز گذشته به دست طالبان افتادند. وضع در مرز نگران کننده است و مقامات تاجیک میگویند در پی درگیری ها احتمالی عقب نشینی سربازان دیگر افغان نیز وجود دارد. ساکنان تاجیکستان درباره مناقشه های اخیر در مرز تاجیکستان و افغانستان زیاد اطلاع ندارند. اون روز اینترنت خوندم راستگام گفتن طالبان نزدیکی طالبان سرحدی نزدیکی تاجیکستان اومدگی همه خیلی اکی این وایش خوندیم و خیلی سلیش کم ندارم راستگاه خدمتچیان افغانستان و داخلی ریسپوبلیکا ما شد. در یک ماه اخیر این بار پنجم است که نظامیان افغان به تاجیکستان عقب نشینی میکنند و تعداد آنها حالا به بیش از 1500 نفر رسیده است. همین گونه وضع در همسایه کشور تاجیکستان با سرعت تغییر میکند و ظاهرا مقامات بلندپایه کشور خود را به این اوضاع آماده میکنند و نگرانند که مناقشه در افغانستان به جنگ داخلی نپیچد و همراه با سربازان سیل پناهجویان به تاجیکستان جاری نشود. چند هفته پیش یادگار فیض رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت به قبول پناهندگان آماده می شوند. گروه طالبان ادعا دارد که در چند ماه اخیر بیش از 143 ولسوالی یا ناحیه را در افغانستان تصرف کرده است. هرچند وزارت امور داخلی افغانستان این ادعا را رد می کند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.